کفرگویی دانشمند. در آیه دیگه رب المشرقین و رب المغربین، امام باقر فرمود رب المشرقین یعنی پیغمبر و امیرالمومنین و رب المغربین یعنی امام حسن و امام حسین. تمام آیات قرآن معرفی علی، مکتب علی، هدف علی، راه علی، آیاتی هم که مال عذابه شامل حال کسایی میشه که حق علی را خوردن، تبعیت از علی نکردن، یاغی و تاقی شدن. بینندگان عزیز، توجه نمودید که این جناب به اصطلاح حجت الاسلام فاضل دانشمند چه گفت؟ جناب دانشمند اگر منظور شما از گفتن این مطلب چیزی است که از ظاهر کلامتان فهمیده می شود که باید بگوییم که این گفته شما کفر صریح است و شما ایمان نداشته تان را از دست داده اید و نمیدانیم چرا این کفرگویی را به امام باقر رضی الله تعالی عنه نسبت می دهید که ایشان از گفتن همچین مطلبی مبرا هستند. اما اگر آنچنان که در بعضی کتب شیعه آمده است منظور از مشرقین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی رضی الله تعالی عنه هستند و منظور از مغربین حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما، میگوییم که جمهور مفسرین درباره تفسیر این آیه چنین میگویند که منظور از مشرقین محل طلوع خورشید در تابستان و محل طلوع خورشید در زمستان است و منظور از مغربین مکان غروب خورشید در تابستان و محل دیگر آن در زمستان است. به همین دلیل دو مشرق و دو مغرب ذکر شده است. علی ابن ابراهیم قمی که صاحب یکی از معتبرترین تفاسیر شیعه هست، در تفسیر مشهورش به نام تفسیر قمی میگوید رب المشرقین و رب المغربین منظور مشرق زمستان و مشرق تابستان و مغربین مغرب زمستان و مغرب تابستان است. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 64. مکارم شیرازی میگوید برخی گفتند که منظور از دو مشرق و دو مغرب طلوع و غروب خورشید و طلوع و غروب ماه است و این را مناسب به آیه قبل الشمس و القمر بحسبان میداند. تفسیر نمونه ناصر مکارم شیرازی جلد 23 صفحه 121. اما آنچه که از تفاسیر شیعه و سنی به دست آمده است که دو مشرق و دو مغرب همان محل طلوع دو فصل تابستان و زمستان و محل غروب این دو فصل است. جلد 23 صفحه 121 تفسیر ناصر مکارم شیرازی. این نظام که مبدأ پیدایش فصول چهارگانه سال است در حقیقت تأکیدی است بر آنچه در آیات قبل آمده است، آنجا که سخن از حساب حرکت خورشید و ماه در میان است و همچنین سخن از وجود میزان آفرینش و حرکت زمین و ماه و خورشید می باشد و نیز اشاره است به نعمتها و برکاتی که از این رهگذر عاید انسان می شود. در نتیجه الله متعال می فرماید رب شرق و غرب همان رب شرق و غرب در تابستان و مشرق و مغرب در زمستان است. در تفاسیر اهل سنت نیز به همین مطلب اشاره شده است. جامع البیان طبری جلد 3 صفحه 166. همچنین توسط علم و تکنولوژی جدید ثابت شده که در بعضی از کواکب 2 یا 3 یا تعداد بیشتر خورشید همزمان طلوع و غروب می‌کنند. به این تصاویر که توسط تلسکوپ‌های فضایی گرفته شده توجه فرمایید. حال جناب دانشمند که از خودشان روایت دروغی را به امام باقر رحمت الله علیه نسبت می‌دهند، با این کار می‌خواهند چه چیزی را ثابت کنند؟ مثل روز روشن و واضح است و آن چیزی نیست غیر از نشان دادن نفرتش به خلفای راشدین و اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تمام آیات قرآن معرفی علی، مکتب علی،
هدف علی، راه علی. و اما در جواب قسمت دوم حرف وی باید بگوییم اگر چنین باشد که شما می‌فرمایید، یعنی تمام آیات قرآن جز برای معرفی مکتب علی رضی الله تعالی عنه و راه و هدف او که همان راه و هدف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین و بقیه اصحاب رضی الله عنهم اجمعین چیز دیگری نیست، پس باید بگوییم که تنها هدف قرآن تشریح و توضیح توحید و یکتاپرستی است. اگر واقعا همینطور است که شما میگویید، یعنی هدف فقط معرفی علی و مکتب علی رضی الله تعالی عنه، البته مکتب از نوع شیعه زده اش هست، پس این وسط چرا علی رضی الله تعالی عنه که به قول شما حقش را غصب کردند و دم نزدند، چگونه هدفی به این مهمی را از یاد برده و خلافتی که به قول شما حق او بنا به نص آیه قرآن بوده را دو دستی به خلفای قبل از خود تقدیم کرده است؟ آیاتی هم که مال عذابه شامل حال کسایی میشه که حق علی را خوردن، تبعیت از علی نکردن، یاغی و تاقی شدن. اما در جواب قسمت سوم حرفتان که گفتی تمام آیات عذاب درباره غاصبان خلافت علی هست، پس با این حساب تکلیف یهود و نصارا و مشرکین و کفار چه می شود؟ در این صورت که همه کاسه کوزه ها در سر کسانی که شما از آنها بدون دلیل نفرت دارید شکسته می شود. در آخر باید بگوییم که این تفسیری که شما از آیات قرآن می کنید به قول معروف در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود.